تراویحی که در افغانستان خوانده میشه، نمازهای خوانده میشه که اختراع مردم افغانستان است. این نمازها در سرش نوشته است Made in Afghanistan. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غلط معرفی میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه عبادت میکرد که قدمهای ازی پوسیده میشد، یعنی 8 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح خوانده. آیا امروز کدام 2 رکعت نماز تراویح به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم؟ الحمدلله رب العالمین. از همین خاطر است که تقوا حاصل نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر آیت توقف میکرد. در قرآن چی میگه؟ ورتل القرآن ترتیلا. شما قرآن ترتیل بخوانین. خواندن